حالا من به این مسئله که حکم کسی که به غیر ما انزل الله حکم میکنه، مثلا امروز بعد از آمدن قرآن عظیم الشان، بعد از نزول قرآن و سنت، کسایی پیدا شدن که حکم کردن به غیر ما انزل الله. حال در این باره وقتی که اقوال علما را در قسمت کفر دانستیم و این اقوال بالای حاکمانی که به غیر از ما انزل الله حکم میکنه، حکمش چی است؟ آیا کفر آنان مربوط کفر اکبر میشه یا کفر اصغر که کفر مادون کفر است؟ سر از چی حکم بکنیم؟ به این قسمت حالات حاکم دیده میشه. فهمیدیم که کفر دو قسم است، یکی کفر اکبر است و یکی کفر اصغر است. یکی کفر اکبر مخرج عن الملت است، کفر بزرگی که انسان از دایره اسلام خارج میکنه، این کفر اکبر میگه. و یکی کفر اصغری که انسان از دایره ایمان خارج نمیکنه، کفر دون کفر شد. این نظر به چی فرق میکنه؟ نظر به حالات فرق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی علما گفتن که کفر بلند است، ابن عباس در یک جای میگه کفر اکبر است، در یک جای کفر اصغر است. پس از این چه قسم استنباط میشه؟ از این علما این قسم استنباط میکنه که حالات حاکم دیده میشه که در کدامش برابر میشه. آیا این حالت از حاکم به کفر اکبر برابر است، کافر شده از دین برآمده، یا نه حالتی حاکم حکم کرده به غیر ما انزل الله که در حالت کفر اصغر داخل شده که این از دایره ایمان خارج نمیکنیم. پس وقتی که حالت است، حالات هر کسی فرق میکنه، حالت هر حاکم فرق میکنه. خب وقتی که حالت حاکم فرق میکنه، کدامش ما تکفیر میکنیم و کدامش تکفیر نمیکنیم، کدامش حکم میشه و کفرش میتیم و کدام حاکم میگیم که کافر نیست، اینجا علما میگن که حالات حاکما رو میبینیم و بعد از حالات حاکما در این مسئله ابراز نظر میکنیم، ولی این چند نقطه را در زیر چشم خود داشته باشیم. اول ای که رد حکم به ما انزل الله در احکام الهی به شکل کامل که او کاملا کس رد میکنه و این را باید بفهمیم که این کفر بواح است، خارج کننده از اسلام است. دیگه حکم، این را بفهمیم که حکم به ما انزل الله مربوط توحید تشریعی میشه، مربوط توحید تشریعی میشه و کسی که حکم این توحید قبول نمیکنه، این به شرک در توحید تشریعی داخل میشه. این هم باید متوجه باشیم. حکم به ما انزل الله مربوط به تسلیمی و استسلام به شریعت الهی است که ما شما خواندیم. این حال کسی که حکم ما انزل الله را قبول نمی داشته باشه به معنای عدم تسلیمی به شروط لا اله الا الله هست. چهارم حکم به ما انزل الله مربوط عبادات توحیدی هست و در این مخلوق داخل کردن چی میشه؟ اینجا شرک در عبادات میشه. پنجم برتر دانستن احکام تشریعی الهی یکی از اساسات اعتقادی هست و اگر کسی این مخالفت میکنه به یک مشکل بزرگ خطرناک اعتقادی داخل میشه و جایز شمردن قوانین انسانی در کنار تشریع الهی به این معنا است که شراب و زنا و قمار و محرمات و ناجایزها را این یک کسی میگه که جایزه. خب حالا بریم مشخصا در این راستا چه قسم حکم بکنیم. با در نظر داشتن این نقاط میبینیم که علمای اسلام در این راستا چی میگن و مفتی های اسلام در این راستا چی میگن. شیخ محمد ابن ابراهیم آل شیخ که متوفای 1389 هست و یکی از مفتی های بزرگ هست، در کتابش یک کتاب تألیف کرده به نام رسالت و تحکیم القوانین. ایشون از علمای معاصر هست. این حالات حاکمای معاصر در نظر گرفته این رساله را نوشته کرده و نشان میده که این حاکمایی که در عصر امروزی است کدامش کافر است، تکفیر میشه و کدامش کافر نیست، کفرش کفر اصغر است اگر دمی حکم به غیر ما انزل الله هم آمده باشه. این میگه که ومن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا.
میگه این بسیار ممتنع هست، نادرست است که این قسم شوه که الله سبحانه و تعالی حکم کننده به غیر ما انزل الله را کافر گفته باشه، باز این کافر نشه، بلکه کافر گفته میشه. ولا یکونو بل کافر مطلقا، بلکه این مطلقا کافر هست، اما کفر عمل و اما کفر اعتقاد، لکن یا کفر عملی هست یا کفر اعتقادی. ایش فرق میکنیم. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره، میگه آنچه که از عبدالله ابن عباس که ایره در مورد از این آیت آمده است، یدل ان الحاکم بغیر ما انزل الله کافر، میگه دلالت میکنه آنچه که از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما و دیگه علما آمده هست که حکم کننده به غیر ما انزل الله کافر است، اما کفر اعتقاد ناقل عن المله، یا کفرش کفر اعتقادی هست که ایره از ملت بیخی میکشه، و اما کفر عمل لا ینقل عن المله، یا کفر عملی هست که ایره از عمل نمیکشه، از ملت اسلامی را بیرون نمیکنه. پس به اساس از این دو بخش تقسیم میکنه. میگه وقتی کلمه کافرون برش استعمال شد کافر هست، لکن برش میگیم که آیا کفرش کافر کفر اکبر است یا کافر کفر اصغر؟ میگه دو قسم است، یا کافر کفر اکبر است یا کافر کفر اصغر است. پس تقسیم میکنیم که کسایی که کافر کفر اکبر میشه کی هست و کسایی که کافر کفر اصغر میشه کی هست. اما الاول، من این متن نظیر به خاطر از عربی برای شما میخوانم، اگرچه دوستا خوش دارن که عربیش خوانده نشه و اما تو فارسی اما تو روان گفته شده، من به خاطر زیره میخوانم که ما در اینجا باز کسی ادعا نکنه که اینمی گپ استاد هست. سرما بگویه که ولی خب گپ تو هستی، دیگه کسایی نگفته، این اجتهاد خودت است و این نظر خودت است و تو قرآن از دل خود تفسیر میکنی. ما عربی از به خاطر از میخوانم که همین متن عربی را که میخوانم با رفرنسش که میگم در فلانی کتاب هست، به خاطر از اینکه بفهمن که این گپ که ما بر شما بیان میکنم خب از قول علما بیان میکنم و قبل از ما علمای کلشان ایره گفتن، ایره تشریح هست، واضح هست، ما شما باید ایره بشنویم و بفهمیم. از این خاطر من متن عربی را میخوانم. اما اول کس و هو کفر الاعتقادی فهو انواع. اول قسم کفر اعتقادی هست. یعنی کفر اعتقادی چه معنی؟ کفر اکبر، کفر اعتقادی، کفر اکبر، کفری که انسان از دایره ایمان خارج میکنه، خانمش طلاق است و خانمی که مسلمان است از پیشش طلاق میشه و اطاعتش بالایش نیست و اگر حاکم است باید در مقابل از استاد شود، این حکم اصلی دور گرفته شود، در مقابل از با صلاح استاد شود. این کفر اعتقاد همین معنا را میده. کفر است که از دایره ایمان خارج است، اطاعتش کفر است. اگر اطاعت از این کردی باز تو اطاعت از طاغوت کردی، اینی خطر است. از این خاطر علما وقتی که میگن اینجا خطرش است، میگه این کفر اعتقادی هست. و این کفر اعتقادی میگه انواع هست، ما بر شما میگیم که متوجه باشین، چرا هر حاکمی که کافر کفر اعتقادی شد یعنی کفر اکبر شد، ای از ملت اسلام خارج شد، اطاعت از طاغوت است و خلع کردنش و دور کردنش و به جای از این حاکم مسلمان را جابجا کردن، این از وظیفه مسلمان ها هست. متوجه هستین؟ و اگر مسلمان ها این نمیکنن و از این اطاعت میکنن، یا حکمشان حکم طاغوت است و کسی که حکم طاغوت قبول میکنه خودش هم به مرض کفر از مبتلا میشه. این بسیار خطرناک مسئله است. از این خاطر تفصیلی عالم بیان میکنه، شما بفهمین، بشناسین، بعد از اون تصمیمتان و عقیدهتان باید مطابق علم و مطابق قرآن و سنت باشه. خب پس کفر اعتقادی که انواع هست و انسانها را از دایره ایمان خارج میکنه و کفر اکبر است، اینه میگه انواع مختلف است. خب بفرمایید بگیم. نوع اولش میگه ان یجحد الحاکم بغیر ما انزل الله احقیت حکم الله و رسوله. میگه قسم اول او حاکمای کافر کفر اکبر هستند، از دین اسلام خارج شدن، کفرشان کفر بزرگ است، کفر بواح است. او حاکمه که حق بودن ما انزل الله را ایره چی میکنه؟
حق بودن حکم الله و رسول اینا انکار میکنه، میگه نه حکم الله و رسولش حق نیست، حق نیست. وقتی که این کسی را میگه این کافر است، کفر اعتقادی هست. و هو معنى ما روی عن ابن عباس و اختاره ابن جریر ان ذلك هو جحود ما انزل الله من الحكم الشرعی. میگه امور روایت است که از عبدالله ابن عباس آمده و ابن جریر طبری هم این روایت اختیار کرده که این کفر اکبر حاکم وقتی واقع میشه که این ما انزل الله را انکار بکنه، حکم شریعت بیخی انکار بکنه. وقتی که تشان بشیم میگه که نه من اصلا شریعت به درد نمیخوره. مثلا مثالش ما براتون میگم، او که خوانیم مثلا در افغانستان وقتی کمونیست آمدن گفتن که ما حکم الهی را قبول نداریم، شریعت قبول نداریم، ما اینجا تطبیق میکنیم حکم چی را تطبیق میکنیم؟ ما میخوایم سوسیالیسم، کمونیسم، دموکراسی را، دموکراسی شرقی از اونا ما این را تطبیق میکنیم و شریعت کسی را ما قبول نداریم. و بالاخره قرآن زیر پای خود میکردن و میگفتن که این ملاها و مولویای کسایی که ادعای حکم شریعت میکنن یا مرتجع هستن یا عقب مانده هستن و این قانون هم یک شریعت که از قانون عقب مانده ها هست، یک قانون غلط است و این باطل میگفتن. از این خاطر میخواستن جاگزین از این نظام کمونیستی را بکنن. و یا کسایی که مثل مصطفی کمال آتاتورک وقتی که آمد گفت که ما میخوایم که نظام سیکولر باشه، بنابراین ما نظام سیکولری را تطبیق میکنیم و نظام سیکولر نظام جمهوریت است و ما نظام جمهوریت میخوایم که حکومت مردم با دموکراسی باشه و حکومت مردم توسط مردم برای مردم باشه. و امی حکومت آتاتورک ادامه داره تا عصر امروزی و در قانون اساسی ترکیه همی هست که هر کسی که رئیس جمهور ترکیه میشه او باید قسم یاد بکنه که من به می دستور به می قانون اساسی ترکیه عمل میکنم که حکم به چی هست؟ به قانون سیکولر هست. قانون سیکولری که قانون مردم است که خود مردم ساختن، پارلمان ساختن، قانونگذارا ساختن و مخالف شریعت الله هست. بنابراین اینا شریعت الله را حق نمیدانن. از این خاطر حاکمی که انکار میکنه از حقیت شریعت الله و میگه که حق نیست، مثل مصطفی کمال آتاتورک و طرفدارایش یا مثل کمونیستا، مثل کارمل و ترکی و حفیظالله امین و نجیب و اینا و هر حاکمی که قبل از اینا بوده و حاکمایی که در هر جایی که دنیا که بوده که اینا میگن که انکار میکنن از حقانیت شریعت الله. و هذا ما لا نزاع فيه، عالم میگه در این شک نیست بین اهل علم، میگه در این شک نیست که این حاکم کافر است، کفر اکبر. فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم، چرا که میگه در بین علمای اسلام از اصول اقرار شده و متفق علیه در بینشان چی است که من جحد اصلا من اصول الدین، هر کسی که یک اصل از اصول دین بیان میکنه چرا این کافر است؟ میگه به خاطر از اینکه علما به این اجماع هستن که کسی که یکی از اصول دین انکار میکنه، وجود الله را، ملائکه را، توحید اینا را، و این توحید چی میه؟ توحید تشریع میه، این را انکار میکنه. او فرعا مجمع علیه، یا یکی از فروعات دین است، مثلا روزه هست، یا کسی از روزه انکار میکنه میگه هیچ روزه را من قبول ندارم، لکن کل علما اجماع دارند که روزه یکی از احکام اسلامی است، در قرآن سنت ثابت است. او انکر حرفا مما جاء به الرسول صلی الله علیه و سلم قطعیا، یا یک حرف از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل قطعی آورده هست، فانه کافر الکفر الناقل عن المله، میگه این کافر هست، کافری که کفرش الناقل عن المله این از ملت اسلام میکشه. اگر یک حرف اتفاقی قرآن که کل صحابه به او اجماع دارن که حرف قرآن است، الحمدلله رب العالمین، این کسی الحمدو را انکار میکنه، رب العالمین را انکار میکنه،
بنابراین این انسان کافر میشه، توحید انکار میکنه. پس این حکم داخل است و این کافر است. این رو فهمیدیم. خب این حاکم اول بیخی انکار کرد از شریعت الهی و گفت که من به عوض شریعت انکار میکنم، من قبول ندارم و عوضش قانون انسانی رو میسازیم. در اینجا علما میگن که این کفرش کفر اکبر خارج از ملت است. میایم با حاکم دوم. یک گروه یک جایی میشه، چند نفر میریم پیش یک حاکمه که این حاکم خبر شدیم که به غیر ما انزل الله حکم میکنه. از پیشش پرسان میکنیم که آیا تو مثل او پادشاه دیگه واره حکم ما انزل الله را مثل اتاتورک واره انکار میکنی یا نه؟ اگر انکار نمیکنی چرا به ما انزل الله حکم نمیکنی؟ قانون دیگه را آوردی، یا قانون از امریکا گرفتی یا از روس گرفتی یا خودت ساختی توسط مردم ها. المهم ضد شریعت الله قانون ساختی. این میگه که ان لا یجحد الحاکم بغیر ما انزل الله. این بر ما میگه ما انکار نمیکنم حکم ما انزل الله را، لکن چی نظر داری که حکم میگه؟ من نمیگم که باطل است، لکن من میگم که این حکم که قانونی که ما آوردیم این قانون بهتر است از شریعت اسلام کردن. این قانونی که ما ساختیم این قانون بهتر است از شریعت کردن. شریعت 14-15 قرن قبل بود. این احکام وال کهنه شده، کهنه است. حالا ما قانون نو میاریم، قانونی که به کل بشریت باشه. کلگی تمام مال تکنولوژی پیشرفت شده و مسائل بسیار مهم است. درباره از این قانونی که هست بسیار لوکس است، ماده‌وار کلش در چاپ شده. خب به این خاطر بله این خوبتر است از او کردن، اما من انکار نمیکنم او را. بله قبول دارم قرآن هست، سنت هست، لکن این خوبتر است فعلا بر مردم ما. این خوب است این قانونی که ساخته شده است. از این عالم پرسان میکنیم که حکم از چی هست؟ این میگه ان لا یجحد الحاکم بغیر ما انزل الله. دومی است که حاکم بغیر ما انزل الله، کسی که بغیر از ما انزل الله حکم میکنه، این میگه لا یجحد، انکار نمیکنه حکم ما انزل الله را. ان لا یجحد الحاکم بغیر ما انزل الله کون حکم الله و رسوله حقا. از حقانیت حکم الله این انکار نمیکنه، لکن اعتقد، لکن عقیده‌شی است که ان حکم غیر الرسول صلی الله علیه و سلم احسن من حکمه. لکن حکم غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق قرآن و سنت فیصله و حکم میکرد. حکومت خدا ساخته، قوانینش کلش در حکومت رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق قرآن و مطابق سنت بود. کلش، اگر نظام سیاسیش بود، اگر نظام اقتصادیش بود، اگر نظام جهادیش بود، اگر نظام دعوتیش بود، اگر نظام اجتماعیش بود، اگر طلاق بود، رضا بود، ازدواج بود، محاکم بود، کلش مطابق چی بود؟ مطابق ما انزل الله بود. این میگن نسبت به او کرده این چی است؟ این بهتر هست و اتم، تمامتر است و اشمل، شاملتر است. سه چیز است، هم بهتر است، هم کامل است و هم شامل است. آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است، این شریعت آمده هست، این کامل و شامل نیست. بسیاری قضایا این نیستن. از کجا میکنی قوانین؟ کوکی فلانی قانون، کوکی فلانی قوانین، ایده نیستن. این میگه که این به خاطر از اینکه این شامل است لما یحتاجه الناس من الحکم بینهم عند التنازع. وقت مردم اختلاف بکنن، حالا ما احکام از کجا بگیریم؟ از اینکه این قانون ما خوبتر است این قانون جدید، یا این گپ میگه که مطلقاً خوب است، مطلقاً از اول که این خوب بود، یا میگن نه از اول خوب نبود، اول او خوب بود و به نسبت الی ما استجد من الحوادث، یا به این میگه که نه او وقت خوب بود، آل به خاطر اینکه حوادث جدید آمده، مشکلات جدید آمده، برنامه‌های جدید آمده، مردم زندگیشان تغییر کردن، باید قانون‌های جدید بیاید. این قانون دیگه به اصطلاح خودش پوره شده. این عالم میگه التي نشأت عن تطور الزمان و تغییر الاحوال. این حوادثی که نظر به پیشرفت زمان و تغییر حالات مردم تغییر کرده. بنابراین این قانون، این حاکم میگه که این قانونی که ما آوردیم
چون تغییرات زیاد آمده هست، پیشرفت ها زیاد شده، پیشرفت های اقتصادی، پیشرفت های سیاسی، مردم، زمان، کل چیز تغییر کردن. بنابراین او قانون که است، از او قانون کرده این بهتر است، این شریعت که است پایین هست دیگه. قوانین بود که امو وقتا به درد میخورد، امو وقتا به درد نمیخورد، لکن این نظر به حوادث این بسیار قانون بلند است و این شریعت پایین هست. خب حاکم صاحب شما این نظر دارین؟ بله. عالم مفتی صاحب پرسان میکنیم که نظر شما. عالم مفتی صاحب در عبارت چی است؟ عالم مفتی میگه و هذا ایضا لا ریب انه کافر لتفضیله احکام المخلوقین التي هي محض زبالة الاذهان وصرف حصالة الافکار على حکم الحکیم الحمید. این عالم مفتی میگه که در این شخصی که گفتی قانون ما بهتر است نسبت به شریعت الله کردن، میگه به خاطر از این کافر است که یک قانونه که زاده افکار انسانهای ضعیف و از کثافات ذهنی انسانهای منحرف ساخته شده هست، ایره به حکم خالقی که الحکیم الحمید هست از حکم از او کرده. ایره چی داد؟ برتریت داد. اینه که برتریت داد یعنی مخلوق از خالق کرده، برتریت داد. حکم مخلوق برتریت داد به حکم خالق. خالق ضعیفه، مخلوق ضعیفه که حکمش ضعیف است، ایره برتریت میده حکمشه به حکم خالق قوی حکیم و حمید ذات با عظمت. ایناله ای به صاحب ای کافر است و در کفر از هم شک نیست. بر از این میگیم که حاکم صاحب شما با امی عقیدتان و با امی نظرتان و با امی باورتان شما مسلمان گفته نمیشین، شما کافر هستین و کفرتان کفر اکبر است و از اسلام خارج هستین. خانمتان سرتان طلاق است و خودتان طاغوت هستین و شما را تکفیر میکنیم و اطاعت از شما بالای مسلمانان واجب نیست، بلکه واجب است که باید شما چی شوین؟ از این چوکی برداشته شوین تا حاکم مسلمانی که یقین داشته باشه که حکم الله از حکم مخلوق کرده عالیتر و برتر و احسن و اشمل، شامل، کامل تا روز قیامت هست. خب مشکل دیگه پیدا میشه، پیش یک حاکم سومی میریم که میگن که یک حاکم است این هم حکم به غیر ما انزل الله میکنه. چند نفر پیش از این میرن و پرسانش میکنن که جناب حاکم، دو حاکم کافر شد، یکیش انکار میکرد، دومیش برتر میدانست قانون انسان نسبت به شریعت الله. این میگه که من انکارم نمیکنم و برترم نمیدانم. خیلی شما چی میکنیم؟ میگه این قانون که هست که ما آوردیم مثل شریعت وارست. در شریعت هم امو چیزهایی هست که ایره بخوی ایره نخوی، جایز است ناجایز است، خوب است خراب است، حق است باطل است، حقوق زن است حقوق مرد. در قانون ما که هست اینجا که آوردیم این هم عین گپا دارن. این خوب است، این خراب است، این جایز است، این ناجایز است، این درست است، این غلط است، این حق است، این باطل است، این قانون است بکنین، اجازه هست اجازه نیست. پس هر دوی از چی است؟ یا یک قانون است یا یک قانون است، مساوی هست. اما من نمیگم که این را بگیم که شریعت الهی را انکار بکنم و یا بکنیم که قانون است، نمیگم برابر است، مساوی هست. یا یک قانون است یا یک قانون است، چی را گرفتی چی را گرفتی، مساوی هست هر دوش. خب شما به می باور هستین؟ بله. خب این عالم مفتی چی میگه؟ میگه فهذا كالنوعين اللذين قبله. میگه این هم حکمش مثل دو تای دیگه واره که قبل ازی بدن، این هم کافر هست، مرتد است، تکفیر میشه و زنش سرش طلاق است و اطاعت ازی واجب نیست. فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن المله. این هم کافر هست که ایره از ملت اسلام انتقال میده به ملت کفر. در صف ابو جهل و ابو لهب است. چرا؟ میگه لما یقتضیه ذلك من تسویه المخلوق بالخالق. میگه این خالق مخلوق مساوی ساخت. شما میخواهید که لیس کمثله شیء، مثل الله هیچ چیز نیست.
و مثل صفات الله صفت هیچ کس نیست، مثل شریعت الله قانون هیچ کس نیست. ایخو مثل ساخت، ایخو مشابه ساخت، حکم الله رو با حکم مخلوق یکسان ساخت. حکم مخلوق که او چتلی ها و گندگی ها و زشتی ها و تکبر ها و تعصبات و بدبختی ها است، این با حکم خالقی که دارای همه چیز است، دارای بسیار از ذات با عظمت قوی الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، این با امر ازی مساوی ساخت. به عیسی میگه ای چی شد؟ تسویت مخلوق با خالق در احکامش، این سومی هم کافر شد. پس کسی که انکار کرده بود او حاکم هم کافر شد. حاکمی که قانون مخلوق از قانون الله زیاد دانسته بود هم کافر شد. سومی قانون مخلوق مساوی با قانون الله دانسته بود، این ارسیش هم کافر شد. اول بیخی انکار کرد این قانونه، گفت ایره متایید دارم، ایره انکار کرد. این دیگه گفت که نه ایره انکار ندارم، قبول دارم لکن ای بلندتر است، این هم کافر شد. این دیگه گفت که نه ایره قبول دارم لکن مساوی هست، این هم کافر شد. خب چهارمی رو میم از عالم پرسان میکنیم که چهارم یک حاکم هست که بغیر محض الله این هم حکم میکنه، این پیشش میدن و برش میگن که جناب حاکم شما قانونی را آوردین که ضد شریعت الله هست. میگه بله. آیا شما انکار میکنین؟ مثل شخص اول بار میگن که قانون انکار میکنم شریعت الله رو، میگه نه من انکار نمیکنم. آیا این قانونی که شما آوردین از این برتر میدونین؟ میگه نه من این برترم نمیدانم. آیا مساوی میدونین؟ نه مساوی نمیدونم، این قانون الله هست، شریعت است و این قانون انسان است. خیلی چرا شما این قانونه که نه بلند نه ایران کار دارین، نه ایره بلند فکر میکنین، نه مثلا ایره مثل ازی فکر میکنین، چرا پس به شریعت حکم نمیگه می حکم میگه؟ میگه که این به خاطر ازی که چی مشکل است، شریعت هم هست، این هم جایز است ما این حکم تطبیق بکنیم، این مخالف نیست، جایز است. چی به این حکم کردی، چی به این حکم کرد، هر دوش جایز است. نمیگم که مساوی هست، و حکم الله هست بلند است، اما جایز است که ما از این احکامی که ما انسان ها ساختیم مطابق از این حکم بکنیم. از این خاطر این حکم آوردیم، انسان ها ساختن مطابق مصلحت خود، مطابق زندگی خود، مطابق عقل خود. جایز است که از عقلت استفاده بکنی، از حست استفاده بکنی، از تکنولوژی استفاده بکنی، از ساینس امروزی استفاده بکنی. این چی مشکل داره؟ به نظر من جایز است. خب از مفتی صاحب پرسان میکنیم جناب مفتی صاحب ان لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما انزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، این مثل از او فکر نمیکنه، فضلا عن ان يعتقد كونه احسن منه، اینم اعتقاد نداره که این از او که بهتر باشه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. میگه این جایز دانسته حکم و ما حکمی که مخالف حکم الله و رسولش است، این تنها جایز دارد. شما در این چی میگن؟ یا عالم مفتی میگه فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه، میگه هم مثل اونمو سومی باره که کافر شده بود، مرتد شده بود، تکفیر میشه و از دایره ایمان خارج میشه و به طاغوت مبدل شده و زنش سرش طلاق است و اطاعتش بالای مسلمان ها واجب نیست و خلع ازی و دور کردن ازی بالای مسلمان ها لازم است و فرض است، که اگر به زبان نمیشه با شمشیر ایده چی کنن؟ دور کنن و به عوض ازی رهبر دیگی بر خود تعیین بکنن. خب چرا؟ گناه ازی چی هست؟ کفر ازی چی هست؟ دلیل کفر چی هست؟ میگه لاعتقادهی، به خاطر ازی که این عقیده داره که جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحریمه، این اعتقاد داره به این که چیزهایی که در نصوص صریح حرام است این میگه جایز است. حالا مثلا این قانونی که ساخته، در این قانونایی که حالا فعلا به غیر ما انزل الله هست، در این قوانین زنا جایز است، در حالی که در نص صریح هست که زنا حرام است، این میگه جایز است. وقتی که کسی حرامه جایز بگویه کافر میشه نمیشه؟ زنا هست حرام است، اینجا حرام است، این چی میگه؟ جایز است، کافر شد نشد؟ حرام حلال ساخت، کافر شد نشد؟ این میگه که مثلا قمار، در این قانون از این قمار جایز است، این چی میگه؟ این میگه که قرآن سنت میگه قمار حرام است،
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس است من عمل شیطان، عمل شیطان است فاجتنبوه. این میگه که نه پاکی هست، عمل شیطان نیست. از این خود ضد شریعت الله، این کافر هست. میگه به خاطر از که حرام حلال قرار دادن، ناروا را جایز شمردن، این چی میشه؟ این به حساب این کفر است. خب از این چهارمی هم خلاص شدیم. در پنجمی یک کسی هست، میگن که یک کسی هست حکم میکنه به غیر ما انزل الله، لکن ای از این پرسان میشه. برش میریم که جناب حاکم سے شما در مملکتتان یک قانون نو ساختین؟ میگه بله. چه قسم قانون ساختین که شریعت تطبیق نگیم؟ میگه نه خیر، ما یک قانون ساختیم، ما او گپای دیگران را نمیگم، نه این کار میکنم از شریعت الهی، من خودم مسلمان هستم، کلمه میخوانم، این کار نمیکنم و این قانون خدا، قانون های قرار از شریعت الله بلند هم نمیدارم، مساوی هم نمیدارم، جایز هم نمیدارم. این گپارا که اونا گفتن من ایره نمیگم. خیلی شما چی میگن که قانون را که حالا ساختین؟ میگه ما قانون ساختیم که ایره از قانون فرانسه، قانون امریکا، قانون روس، قانون خوبی های کل چیزا گرفتیم. مثلا دیدیم که در شریعت چیزا خوب است، به عصر ما مناسب است. میگم به عصر ما مناسب است، از شریعت هم گرفتیم، از قرآن هم گرفتیم، از سنت هم گرفتیم، از احادیث هم گرفتیم، از اقوال علما مختلف که بودن از گروه های مختلف از یا هم گرفتیم، از قانون امریکا بعضی چیزا خوبش بوده اورام گرفتیم، از قانون فرانسه هم بعضی چیزای خوب بوده ایران گرفتیم، حتی از قانون یهود و نصارا از هر چیزای خوب بوده کل لذیر گرفتیم. یک قانون البته بسیار خوب معتدل جور کردیم که هم برای ما خوب است، هم جهان که معامله میکنه، هم کس خفه نمیشه و این قانون تطبیق میکنیم و نورمال زندگی کلگی بسیار خوبش پیش میره. این قسم پنجم است. بله چی است؟ شیخ میگه که القانون الملفق من شرائع شتا، قانونی که تلفیق شده، یک جای شدن، قطع شدن از شریعت های مختلف و قوانین کثیره از قوانین مختلف، که القانون الفرانسی از قانون فرانسه، قانون امریکی، قانون بریتانیا انگلیس و غیرها من القوانین و از دیگر قانون، و من مذاهب بعض البدعیین المنتسبین الى الشریعه، از بعضی مذاهب بدعتی که اونا هم خود به شریعت نسبت میتن و غیر ذالک، یحکم حکامها بینهم بما یخالف حکم السنة والکتاب. اینا باز میرن مطابق از این حکم میکنن مخالف قرآن و سنت. من احکام ذلك القانون، امی قانون بعضی احکامی که در اینجا دارن و تلزمهم به، مردم ملزم میسن که شما باید از این قانون استفاده کنید و تقرهم، اقرار مردم هم باید میگیرن و تحتمه علیه، قوانین سر اینا حتمی هم میسازن. خب آلی ای چطور است حکمش؟ جناب مفتی صاحب مفتی بر ما میگه که فای کفر فوق هذا الکفر، میگه از این که دیگه کفر بزرگی میشه، از این که کفر بزرگ هست که گهد واد کرده کل چیز، مثلا قانون امریکا و قانون روس، قانون فلان، شریعت و آیات و حدیث و کل زیر گهد واد کردن آورده یک قانون ساخته که از این کلمه کفر دیگر نیست. بنابراین این پادشاه کافر است، مرتد است و ای مناقضه لشهادت بان محمدا رسول الله بعد هذا المنام. میخوام میگه مخالف کلمه شهادت اشهد و لا اله، تو شهادت دادی که نیست هیچ معبود به حق و نیست هیچ قانونگذاری به حقی که ما قانون از رو اطاعت بکنیم الا الله، بغیر از الله. بناء عبادت هم مخصوص الله هست الا الله و اطاعت هم مخصوص الله. و در کلمه شهادت اول لا اله گفتی، اشهد و لا اله، این تمام معبودای باطل و تمام قانونگذارا رو تو گفتی که نیست هیچ قانون ما قبول ندارم، فرانسه و ایتالیا و امریکای کل قوانین نفی کردی، بعد از تو گفتی الا الله، بغیر از الا الله. آل خود تو کل قانونا رو آوردی قانون ساختی، پس الهی تو هیچ از بین رفت دیگه.
پس این میگه مناقض هست به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هذه المناقضه. پس هم این پنجمی هم رفت پشت کار خود، کافر شد، مرتد شد، تکفیر شد، از بین رفت و خودش به طاغوت مبدل شد و قانونش قانون طاغوتی هست و اطاعت از طاغوت اطاعت از کفر است و دور کردن طاغوت وجیبه مسلمان هست. السادس و ششم ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر. یک کسی گفت که والا اینجا ما رفتیم یک جای هست، چی میکنیم؟ ما حکم میکنیم، بریم پرسانشان بکنیم شما کی هستین؟ گفتم والا ما چی هستیم؟ ما نه ریاست جمهوریت اعلان کردیم که شما بخواید کلمه تاپیک کفر بذارید، ما نه جمهوریت اعلان کردیم، نه پاچایی اعلان کردیم پاچا هستیم که شما ما را بگین فلانی هستین. ما قبایل هستیم، ما قبیله داریم، قبایل هستیم، قبایل آزاد قبایل هستیم. قریه ما قبیله ما اینمی هست. ما مثلا 100 خانه 500 خانه 200 خانه هستیم، یک قبیله هستیم. ما مطابق قانون پدرهای خود قانون جور میکنیم. خب چه قسم قانون؟ قانون مثلا از پدرهای ما چیزی که مانده اینمی قوانین ماست، رواجهای ماست، کلتور ماست، عنعنات ماست، اینمی قسم هست. مثل چی؟ مثلا ما در مناطق پشتون وقتی که مشکل برای ما پیدا میشه، کلا چې د مونږ دپاره کوم مشکل پیدا سي، کوم قضایي مسله پیدا سي، نو مونږ څه کوو؟ مونږ ځو خپل هغه ته ځو، خپل مشرانو ته ځو، مونږ خپل مشرانو ته ځو، جرګو ته ځو او په جرګه کې مثلا کینو او هلته د مونږ مشران مونږ پښتو کوو، دلته شریعت نه کوو، پښتو کوو. نو مثلا ښځه ده، سړی د قتل کړی، مونږ د قتل په مسله کې قصاص نه کوو، بلکې د هغه نه بد لرو، بد مثلا 3 جنوکۍ اخلو، مقتول کورنۍ ته ورکوو، زیاتې ختم سي. یعنی وقتی از پشتونا پرسان میکنیم در قبایل پشتون میگه مثلا ما جرگمار داریم، سردار منطقه چند نفر ریش سفیدادان که کلانا هستن، اینا وقتی که مشکل پیدا میشه مسائل قضایی رو مطابق قوانین قومی خود میکنیم. اینا وقتی که چیز شد، مثلا ما وقتی که کسی قتل میکنه ما در قتل از اون قصاص گپا رو نمیکنیم. اینجا مطابق امی قانون که از پدرای ما برای ما مانده هست، مطابق از این قانون مثلا برای کسی که قتل کرده اون میگیم جزای تویی است که 3 دانه دختر خواهر ده یا دختر داری میگیری. برای کی میدی؟ برای خانواده مقتول میدی. یعنی 3 دختر برای زو میدی. حالا باز اونا خلاص یعنی فیصله شد، با مطابق از این حکم میشه 3 تا دختر برای زو میگیره میده و خلاص. این قانون بعد از سر بین و به این قسم مثلا در مناطق عرب و بعض مثلا عرب ها هستن میگن ما این قسم قانون داریم، ما مطابق هم چیزی که از پدرها و پدرکلان ما ماندن و اینا عرب هایی را سلوم میگن. سلوم هم میگی سلوم ما هست، یعنی رواج های ما هست، عادات پدران ما هست، مطابق از این حکم میکنن. خب مثلا ششم چه قسم تشریح میکنه؟ میگه ما یحکم به کثیر من رؤساء العشائر، آنچه که حکم میکنه بسیاری از سردارها و رئیس‌های عشایر و قبایل از قبیله ها، کلان‌های قبیله ها، من البوادی، از مناطق بادیوی بدوی، کوچی ها و مردمایی که مثلا در بادیه ها زندگی میکنن، زندگیشون قبیلوی هست و نحو و امثالش. امثال از من حکایت آبائهم، از حکایت های پدرانشان و اجدادهم و پدرکلانایشان. میگه پدرها و پدرکلانای ما و عاداتهم عاداتشان التي یسمونها سلومهم، ایره با سلوم یاد میگن در بین عرب ها. یتوارثون ذلک منهم، ایره به میراث میبرن از این قسم، از پدرکلان به پدر میرن، از پدر به بچه میرن، از بچه میخوزه پایین رفتن میرن و یحکمون به به حکم میکنن و یحضون علی التحاکم الیه عند النزاع و به تشویق میکنن و اصرار میکنن در بین اختلافات. میگه که رواج ما اینمی قسم است، عادات از پدرای ما اینمی قسم ماندگی است. و اذا قیل اللهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، با اون چیز ما مطابقت میکنیم که از پدرای ما مانده هست. بقاء علی احکام الجاهلیه، یا اینمی احکام جاهلیت. مثلا احکام جاهلیت چه سال در افغانستان 15 قرن است که اسلام است. تاریخ افغانستان 5000 سال پیش است. این حال 1.5 سال از این قانون اسلام است، 3,500 قانون جاهلیت قبل از اسلام است. یا میگه ما اون قانون 5000 ساله ما را تطبیق میکنیم.
و اعراضا و رغبتا عن حکم الله و رسوله، از حکم الله و رسولش اعراض میکنن که برش بگی باز میگه که والله مولوی صاحب مخفه کیگه دلتا مون شرع نکو دلتا مون پختو کو. مولوی صاحب خفه نشو، ما اینجا شریعت نمیکنیم، ما قوانین پشتو را تطبیق میکنیم. مولوی صاحب خفه نشو، ما در اینجا قانون دری زبانان، ما در اینجا شریعت نمیتونیم تطبیق کنیم، چیزی که رواج های ماست دیگه. شما میگین شریعت علیده هست، رواج علیده است، ما رواج های ماست، پروگرام های ماست، ما رواج های خود ترک کردن نمیتونیم دیگه. نه در زنده ترک کردن میتونیم، نه در مردی خود ترک کردن میتونیم، نه در عروسی خود ترک کردن میتونیم. رواج است، اگه رواج نگیریم نمیشه دیگه. اینمی رواج ماست و همین قسم در مسائل دیگه که هست، اینمی رواج و عادات ما هست. بنابراین احکام جاهلیت اصرار میگن فلا حول ولا قوت الا بالله، میگه اینا هم با اینمی کارشان اینا کافر میشن و از دایره اسلام خارج میشن و لا حول ولا قوت الا بالله. اینی 6 قسم کفر اعتقادی شد که عالم بیان کرد. خب اما القسم الثاني، اما قسم دومه که من قسمه الكفر الحاكم بما انزل الله، از اقسام کفر حاکم بما انزل الله، کفر حاکمی که چی است؟ و هو الذي لا يخرج من المله. این قسم دوم قسمه هست که امی شخص حکم کننده را از ملت اسلام خارج نمیشه. کافر گفته میشه کفر دون کفر، یعنی امی الکافرون است لکن کفرشان کفر اصغر است، از دایره دین خارج نمیشه. به نزد علمای اهل سنت و الجماعه اینا میگن فقط تقدم ان تفسیر ابن عباس رضی الله عنهما، میگه تفسیر ابن عباس رضی الله عنه در این راستا چی بود؟ قول الله عز وجل، به این قول الله سبحانه و تعالی و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. میگه خوانده بودیم که عبدالله ابن عباس گفت که و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون قد شمل ذلك القسم. میگه این قسمت داخل میشه و ذلك فی قوله رضی الله عنه، مثل که میگه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفت که کفر دون کفر، گفت که کفر اصغر است، یا لیس بالکفر الذی تذهبون الیه، و او کفری که شما میرید و او نیست، یعنی این کفرش اصغر است، کوچک است و این از دایره ایمان خارج نمیکنه. خب این کدام حاکم است؟ رفتیم پیش یک کسی حاکم است، حاکم میکنه و خبر شدیم که یک حکم کرده که مخالف ما انزل الله است. ایده چه وقت است؟ ایده وقتی است که مثلا خلافت اموی ها هست یا خلافت عباسی ها هست و نظام اسلامی و خلافت اسلامی قائم است. میرن یک چند نفر پیش کی میرن؟ پیش مثلا یکی از حاکما هست به نام هارون الرشید. هارون الرشید مجاهد از جهاد میره و سقفی که در اسلام است، این سقف اسلامی هست، نظام خلافت اسلامی هست، محاکم کلش محاکم اسلامی هست، قوانین کلش قوانین اسلامی هست، قرآن و سنت کلش تطبیق میشه. لکن مردم خبر شدن که هارون رشید در یک قسمت فیصله کرده، در این قضاوت خود ضد شریعت الله حکم کرده. چی حکم کرده؟ و ذلك ان تحمله شهوته و هواه علی الحکم فی القضیه بغیر ما انزل الله. یک قضیه را آوردن، یک 10 جریب زمین بود. این مثالش هم میگم، یعنی 10 جریب زمین بود، این زمین بود از احمد و اختلاف داشت به امرای یکی از اشخاصی که او از اقارب یا از اقوام یا از شناخته های هارون رشید بود. این شخص که از این جنجال داشت، این 10 جریب زمین از احمد بود. این نفر سر از عریضه کرده بود و جنجال کرده بود، این را آوردن پیش محکمه، پیش هارون رشید و هارون رشید این چی کرد؟ امو خواسته های نفسش و شهواتش سبب ازی شد که این بگه که اینمی 10 جریب زمین از احمد نیست، این از اینمی قومی ما هست. اینجا حکم باید چی کرد؟ بخیر ما انزل الله کرد. چرا که در ما انزل الله حکمی بود که عدالت باید بکنه و مال از این شخص به این شخص برای این شخص بده. حال وقتی که مردم پیش از این رفتن و برش گفتن که در اینمی حکمی که تو کردی، اینمی به غیر ما انزل الله حکم کردی، حال تو در این باره چی میگی؟ این ورش میگه که مع اعتقادی، میگه وقتی پیش از رفتن میگه گفت که من عقیده دارم الحمدلله که حکم الله و رسولش و حق است و ما به نفس خود به خطا و اشتباه هم اعتراف میکنم و میگم که از پیشم اشتباه شده و غلط شده و به گناه خود اعتراف میکنم و ما قانون شریعت در حکومت خود تغییر ندادیم
تنها در این مسئله چیزی که حکم الله بود باید من به او حکم میکردم، لکن از پیش من غلط شد، من اینجا مطابق نفسم، ولی من اعتراف میکنم که من غلط کردیم و حکم الله و حکم رسولش حق است و اینجا من در اشتباه هستم. اینجا یه عالم میگه که آره حکم ازی چطور است؟ با یه عالم میگه و هذا و ان لم یخرجه کفره عن المله، میگه اینمی کاری که تو کردی این گناه نیست، کفر است، لکن این کفر تو را از ملت بیرون نمیکنه. یعنی کفر اکبر نیست که تو را از ملت اسلام بیرون کنه. و انه معصیه عظمی، این بسیار بسیار گناه بزرگ است. اکبر من الکبائر، از گناه کبیره هم کرده، این بزرگتر است. مثلا از زنا کرده و شرب نوشیدن شراب کرده و سرقت و اینیا کرده، از این کرده این خطرناکتر بزرگتر هست. به خاطر ازی که ان معصیتا سماها الله فی کتابه کفرا، چرا او معصیتی را که الله در کتابش کفر گفته، این میگه اعظم معصیت لم یسمها کفرا، از او گناه هایی که او را الله کفر نگفته از او کده گناه ازی چی هستن؟ خطرناکتر است و بزرگتر است. پس تو به گناه بسیار بزرگ گرفتار هستی، لکن تو را ما کافر نمیگیم به خاطر که این کفر تو کفر اصغر است، چرا تو نظام دور نساختی. حالا که از این عالم گپاش شنیدیم، میایم پیش یکی از علمای احناف که این علامه ابن ابی العز حنفی هست و این هم کتابی داره به نام شرح عقیده طحاویه. میبینیم که این چی میگه. این عالم هم عین گپای از رو میگه و ذالک بحسب حال الحاکم، میگه یمی به حسب حال حاکم است که کسی که به غیر ما انزل الله حکم میکنه آیا کافر است که کفرش مخرج عن الملت است یا نیست. میگی به حسب حال حاکم است. فانه، اگر همی حاکم این اعتقد ان الحکم بما انزل الله غیر واجب، اگر گفت که حکم به ما انزل الله واجب نیست، خب واجب نیست، خیر عقیده کرد. یا او تو گفت که و انه مخیر فیه، مده اختیار دارم، دل میره کردم دیره میکنم. او استهان به مع تیقنه انه حکم الله، یا این استهانت گفت او بابا تو هم چی آمدی در این وقتی گپا را میزنی، میفهم که حکم الله هست، بعد از این چی میکنی؟ بسیار عادی و استخفاف و استهانه و توهین به میکنه. میگه فهذا کفر اکبر، میگه این کفر اکبر است. و این اعتقد وجوب الحکم بما انزل الله، میگه اگر عقیده کرد واجب بودن حکم به ما انزل الله را و علمه فی هذه الواقعه، و دمی واقعه فهمید که این حکم الله هست و عدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه فهذا عاصم. اما یک نفر دیگه هست میگه نه حکم به ما انزل الله واجب است و این دی مثلا ما فهمیدم که اینمی حکم الله اینی قسم است، ما به این اعتراف میکنم، لکن ما امی حکم نکردم، از پیش من اشتباه شد، بر از این میگیم که تو مستحق عقوبت هستی. اینی میگه فهذا عاصم، باز این گناهکار است و یسمى کافرا کفرا مجازیا و کفر اصغر، باز کفر از کفر مجازی یا کفر اصغر است، چرا که اعتراف داره، اقرار داره، قبول داره و میگه از پیش من اشتباه شد، زنا کرد، شراب خورد، به غیر ما انزل الله حکم کرد. این حال در این صورت این چی هسته؟ این کفر اصغر است، شرک اصغر است و این گناه کبیره هست و این از و این دوم حالت شد. حالت اولی فهمیدیم که کفر اکبر بود که استهانت و میگفت که چطور از جایز است و ایره چی کنم و کنم، اما این دومی یک پا نمیذاره، این بر حکم شریعت تسلیم است، تطبیق میکنه، لکن در این مسئله از پیشش خطا شد، والا در این مسئله از پیش من خطا شد، چطور کنم الله عفو بکنه. پس این چی است؟ گناهش کفرش کفر اصغر است و گناهش تنها گناه کبیره است، اما این از دایره ایمان خارج نمیشه. سومی قسم مثلا حاکم سومی است، میگه و ان جهل حکم الله فیه، در این مسئله بیخی جاهل دمی حکم است، این حکم نمیفهمید، مع بذل جهده و استفراغ وسعه فی معرفت الحکم، کوشش کرد که در این مسئله امی حکم اصلی را پیدا بکنه، زیاد اجتهاد کرد و اخطأه، اینجا خطا کرد، نفهمید. اذا اجتهد الحاکم، وقتی که یک حاکم اجتهاد کرد فله اجران و اصاب فله اجران، و اجتهد الحاکم فاخطا، اگر اخطا کرد بازی عالمه فهو هذا مخطئ و خطا کرده، له اجر علی اجتهاده، چون اجتهاد کرد در یک مسئله پیشش آمد
حاکم است میخواد فیصله بکنه، خوب اجتهاد کرد و زحمت کشید تا بالا کل دلایل جمع کرد، لکن اجتهادش پسان فیصله کرد، پسان از اون معلوم شد که این اجتهادش غلط بود. این حال میگه این خطاکار است و در مقابل اجتهادش اجر میگیره، بعد از اون حتی اجر اجتهادش هم است و خطایش مغفور است. پس سه قسم حاکم شد. یکی حاکمی که انکار و استهزاء و غیر واجب و استهانت و استخفاف میکنه، این کافر است. دوم حاکمی به ما انزل الله، مخالف ما انزل الله حکم کردن، لکن این نفر در یک مسئله خاص است انکار و یپا نداره، قبول داره ولی که خودم مجرم میدانه و میگه که این حکم درست است، از پیش اشتباه شد، این نفر این کفر اصغر کرده. و یک حاکم دیگه است که در این مسئله که قضا کرده، فیصله کرده، حکمش مخالف ما انزل الله هست، کشف شد، لکن این اجتهاد کرده، زحمت کشیده، لکن در اجتهاد خود خطا کرده، این نه تنها کافر نیست بلکه این چون اجتهاد کرده برای ثواب هم هست، ثواب اجتهادش، و حتی گناهکار هم نیست. متوجه هستید؟ این گپ ای عالم میگن. عالم دیگه میگه یجب علی طالب العلم ان یعرف الفرق بین التشریع الذي یجعل نظاما یمشی علیه و یستبدل به القرآن. میگه ما شما این عالم دیگه چی میگن؟ میگه باید اینجا فرق بکنیم بین این تشریعی که این نظام جور میشه، یک نفر یک قانون میاره که او یک نظام جور میکنه، فرق بین یک نظام و یستبدل به القرآن که قرآن تبدیل میکنه، حکم شریعت و دین تبدیل میکنه، یک نظام جدید جور میکنه، یک قانون جدید جور میکنه، این نظام مملکت میسازه. باید فرق بین از این شخصه و بین ان یحکم فی قضیه معینه، بین کسی که حکم قرآن و سنت تغییر نداده، در یک قضیه غلط کرده، هارون رشید، مامون رشید، خلفای اموی، خلفای عباسی در یک قضیه غلط کردن، حکم عمومی را نظام تغییر ندادن. میگه باید این فرقش رو بفهمیم حداقل. این حال یک کسی است که نظام تغییر میده، میگه نظام اسلامی نه، نظام جمهوریت، نظام دموکراسی، نظام سوسیالیستی، نظام کمونیستی، نظام قوم پرستی، این نظام است. میگه این باید فرق بکنیم. یجب علی طالب العلم، واجب از بالای طالب علم ان یعرف الفرق بین التشریع الذی، بین او تشریع و قانونه که یجعل نظاما که از یک نظام جور میکنه، یمشی علیه باید به این نظام پیش میره، و یستبدل به القرآن، قرآن تبدیل میکنه، ایوازش این نظام میره، و بین ان یحکم، در بین این حاکم بیچاره که در یک قضیه معینی چی کرده، این حال چی کرده فی قضیه معین به غیر ما انزل الله حکم کرده، فهذا قد یکون کفرا او فسقا او ظلما. اینی که در این حالت هست، این که مثلا در قضیه ما چیز کرده، این حال گاهی کفر می باشه، گاهی فسق می باشه، ظلم می باشه. پس اینجا از اونو کفرش کفر اکبر است. اما این بیچاره که است، این یک وقت ظالم گفته شود، یک فاسق گفته شود، یا کفر دون کفر گفته شود، چون این نظام تغییر نداده. امی جار مقابل خود نظام تبدیل داده، نظام بخی نام نظامش اکسل کنی و نام نظام چی نیست، و نام نظام اسلامی نیست، بخی نامش چی است؟ جمهوری است. نامش چی هست؟ نامش دموکراسی است. نامش دموکراسی فلانی است، حزب دموکراتیک مثلا جمهوری دموکراتیک افغانستان، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری فلان، حتی کل نظامش چی است؟ یا با دروغ مثلا در پالوی نظام خود جمهوری گوره که تازه خلق کرده. فرق از بین از که نظام شریعت است و بین از که نظام بیخی تغییر داده است. عالم دیگه ایره میگه. خب در رکن الفتاوا، فتاوای عقیده که تالیف مجموعه از علما می باشه، یه از معاصرین است. در این مورد که چنین فتوا داد: من لم یحکم بما انزل الله استخفافا به او احتقارا له او اعتقادا ان غیره اصلح منه و انفع. این فتاوای تقریبا چیز کم مانده دیگه، کمک مانده، میره میخوانیم زود خلاص شد بخیر. اراده اینجا در رکن فتاوا چی میگه؟ میگه در این مورد میگه من لم یحکم بما انزل الله، اگر کسی به مطابق ما انزل الله حکم نکرد، استخفافا به، به خاطر استخفاف، یعنی شریعت بسیار امت بی تفاوتی میکرد، یا احتقار له، یا شریعت تحقیر میکرد که این شریعت حالا به درد نمیخوره، حالا کار نمیکنه، او اعتقادا ان غیره اصلح منه، این قوانینی عقیده داشت که قوانین دیگه کس از اینکه خوبتر است، به نفع ماست و انفع، منفعتش بیشتر است، فهو کافر کفرا مخرجا عن المله، این کافر است که ایره از ملت میکشن. و من هؤلاء من یدعون للناس، میگه از این جمله که کافرها هستن، کفرشان کفر اکبر است، میگه کسایی هستن برای مردم میگذارن، جور میکنن تشریعات، قوانین رو جور میکنن تخالف التشریعات الاسلامیه که مخالف شریعت اسلامی هست. لتکون منهجا، تو قانون اساسی برای خود جور میکنه، تو نظام جور میکنه که این منهج میباشه، یسیر الناس علیه، مطابق همین قانون پیش میره.
متوجه هستین؟ فانهم لم یدعوا تلك التشریعات المخالفه لشریعت الاسلام. اینا میگه همین قوانین ضد شریعت اسلام که مخالف شریعت اسلام نمیگذارن، چون این قانون ساختیم. و هم یعتقدون، اینه میگه به خاطر ازی ساختن که انها اصلح و انفع للخلق. میگه به خاطر چی قانون رو میسازن؟ یا عالم میگه این یا مجموعه رکن و فتاوا مجموعه از مفتی ها هستن. میگه این قانون نو ساخت، قانون اساسی رو ساخت، قانون اساسی رو جاگزین قانون شریعت الهی کرد و مردم به این ملزم میسازن. و میگه که این دستور مملکت است، آیین مملکت است، قانون مملکت است و مردم باید. میگه امی قوانین میگه اینا نساختن مگر به خاطر ازی که یا عقیده دارن، اگرچه به زبان خود نگوید، عقیده دارن که امی قانون بهتر است و منفعتش برای مردم خوبتر است. از این خاطر ساختن که این منفعتش خوب است، این بهتر است. به زبان اگرچه نگوین، عملشان نشانه میره میتن. چرا این عالما چی میگن این مفتی ها؟ میگه از من المعلوم به ضرورت العقلیه، میگه به خاطر ازی که نظر به ضرورت عقلی معلوم دار است. عقل ما و فطرت ما و الجبل فطریه اینه میگه عقل ما و فطرت ما اینه میگه که ان الانسان لا يعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه. میگه این عقل هم میگه و فطرت هم بر انسان میگه که اگر یک کسی از یک منهاج، از یک برنامه ایره ترک میکنه، اصول میکنه، ایوازش یک برنامه دیگری اینجا میاره، ایره به خاطر چی میاره؟ الا هو یعتقد فضل ما عدل الیه. مگر ای که عقیده داشته باشه که بهتر است. مثلا داخلتون یک داره قالین است، این قالین اصول میکنین، متوجه هستین؟ این قانون اصول میکنین، میبرین قانون در پس خانه میپرتین، یک قالین دیگر میارین میپرتین. یک کسی میاد شما رو پرسان میکنه که چرا این کارو کردیم؟ نه چی چمو تو کردیم دیگه. ایراد تو خود عقل میفهمی که او قانونی که سابق ما برای خریده بودم، در خانه شوار کرده بودم، او را قاط کرد، کلا کرد، بود در پس خانه انداخت و این نوعا آوردی جوار کرد. به این معنا هست که قانونی که نو خودش آورده و خریده و اینجا انداخته این خوبتر است، صلاحیتش بیشتر است از او که او به درد نمیخورد. این میگه عقل انسان بر انسان میگه در مسائل عادی. عالی قانون رو که آوردی من حیث قانون اساسی جور کرده و ضد شریعت الله و این سر مردم تطبیق میکنه، جایی گزین میکنن، این چی معنا میده؟ میگه معنایش است که او قانون شریعت که است منفعت نداره، قانون کونه هست. از خاطر عالم میگه که از من المعلوم بالضرورت العقلی. و مردم میگه خوب متوجه باشین که این با ضرورت عقلی و الجبلت الفطریه و به اساس فطرت درست ان انسان لا یعدل عن منهاج، یک منهج از برنامه از شریعت است، ازی به منهاج به منهج و برنامه دیگه نمیره که مخالف از او است، الا مگر هو یعتقد که عقیده داشته باشه فضیلت ما عدل الیه، که فضیلت از او در عقیده داشته باشه و نقص ما عدل عنه و نقصار این چیزی که او ترک کرده. پس این شریعت که ترک کرده و قوانین جدید آوردن جای به جای کرده، اگر به زبان خود هم نگویه که این از این که بهتر است، این بر ما عقل ما میگه و فطرت سلیم ما بر ما میگه که این به خاطر ازی آورده که در عقیده شمی است که این قانون از این که بهترتر است. پس این نفر با این عقیده خود از دایره ایمان خارج از کسی که قانون دیگه میاره و بالفعل به جای شریعت اسلامی تطبیق میکنن. و صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ یکی از مفتیای اسلام است، میگه فلا شک ان افراد الله بالطاعه و افراده بالحكم و تحقیق شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله كل ذلك يقتضي ان لا يحكم الا بشرع. این آخری گپ است. میگه آخری گپ ما در اینجا میرسیم، به این نتیجه میرسیم در شک نیست که وحدانیت الله به اطاعت و یگانی و افراده بالحكم، یگانگی الله به حکم و تحقیق شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله كل ذلك ما کل ازی که ما گفتیم موضوع توحید است، موضوع عبادت است، موضوع ایمان است، موضوع استسلام است. میگه کل ذلك یقتضی، کل ازی تقاضا میکنه که الله یحکم الا بشرعه، که حکم نشه مگر به شریعت الله. کلش ایمان، اسلام، توحید، کلش میگه باید کلمه لا اله الا میگه باید حکم به چی شود؟ به شریعت الله شود. لهذا گپ مفتی است، فلهذا كان الحكم بالقوانين الوضعيه، از این خاطر حکم کردن به قوانین وضعی، قوانین وضعی که مردم میسازن حالا فعلا جریان پیدا میکنه، حکم کردن به این قوانین، او به حکم به سوالیف البادیه، یا حکم کردن به قوانین بدوی که به حساب قوم پرستی از پدرها و پدرکلانان خواهر میکنن، من الكفر الاکبر بالله، ای از کفر اکبر است. یعنی کفر اکبر کدام کفر است؟ کفر است که
اینا را از چی خارج میکنه؟ کفر اکبری است که اینا را از ملت اسلام خارج میکنه. اگر مسلمان از زنش سش طلاق میشه خودش کافر شد، طاغوت گشت، اطاعتش بالای مسلمان ها واجب نیست، بلکه خلع کردن و دور کردنش بالای مسلمان ها واجب است. و کسی که از این حاکم پیروی میکنه، پیروی از طاغوت کرده، و ملاهایی که به نفع از حاکم فتوا میتن و این تایید میکنن، این ملاها هم خودشان به طاغوت مطبوع مبدل میشن و این خود از این طاغوت مطاع است. از این خاطر نه کفرش کفر اکبر، بلاس فتوای صالح ابن عبدالعزیز است. و خلاصه اینمی کلش فکر میکنم آخری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.